ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام. بعضی از مردما حال بعضی حاجیای دیگر را بیان میکنه. او خو یک حاجی دنیا خواه بود، دیگهش دنیا و آخرت هم میخواست، دیگهش چیست؟ دیگهش منافق است. اینجا آمده به خاطر ازی که مردم مراجی بگوید خود دنیا خواست مفسد است. من الناس بعضی از مردما کسایی هستند یعجبک که به تعجب میاندازه تو را قول سخن ازی فی الحیات دنیا در زندگانی دنیا. این تو گپای جالب برای دنیا میزنه، حیران میمانی. و یشهد الله علی ما فی قلبی، گواه میسازه الله را به آنچه که در قلبش است. میگه آنچه که من میگم در دلم است، در حالی که دروغه، در دلش نیست. و هو لد الخصام، در حالی که سخت خصومت کننده است. این تو آدم بد است. و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقتی که اراز میکند یا والی میشه، سعى في الارض، کوشش میکنه در زمین، لیفسد فيها، که فساد بکنه، قدرت که گرفت فساد میکنه. و یهلک الحرث والنسل، هلاک میکند زراعت و النسل، نسل انسان هلاک میکند. والله لا يحب الفساد، الله دوست نداره فساد و مفسدین. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقتی که گفته شد برای میاجی منافق اتق الله، از الله بترس، ظلم نکو، مخالفت حکم الله را نکو، اخذته العزة بالاسم، میگیره غیرت گناه، غیرت با گناه قهر میشه، احساساتی میشه. میگه مرا گفتی فحسبه جهنم، الله میگه کافیست برای از جهنم. ولبئس المهاد، و بد جای فرش و زندگی است. در ارتباط آیت بعضی سبب نزول بیان کرده. اخنس ابن شریق پیش رسول الله صلی الله علیه و آله اسلام خود اظهار کرد و قسم خورد که ما رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که والله این یحب، قسم به الله دوست دارم. منافق بود، ظاهرش خوب بود، باطنش خراب بود. باز از پیش رسول الله هم که برآمد چی کار کرد؟ تیر شد در زراعت، قوم از مسلمان ها بود، درش داد، ضرر رساند. یکم تا شو نیم گندم ها رو جمع میکنی درش میده، کی کده همه شد، ضرر میرسد. دیگه حیوانات از اونا بود، خر بود، گو بود، اینا او را کشت، خرار هم کشته میده، چند تا گوارم باز رفت. یک دوم و من الناس من یشتری، او را بیان میکنه که سبب از نزول از او دیگه است. حالا الله در اینجا می فرماید که سیوم قسم ماجی است که بسیار منافق است، خزار رسان است، حج میره میکنه، گپای میزنه که انسان تعجب میکنه، منافق است. حج عمره میره، ایتو گپا میزنه. و من الناس بعض از مردم ها کسایی هستند یعجبک، که کلامی ازی، سخنی ازی تو را به تعجب میپرته ای پیامبر. یعنی بسیار قوت بیان داره، فصاحت داره، چالاکی زبان داره. دیگه ایتو گپ میزنه، جذبت میکنه در گپ که میبینی میگو. خب گپش در چی است؟ فی الحیات دنیا، در زندگانی دنیا فقط، گپ آخرت نه. پس امی گپ دنیا را ایتو زیبا میزن. در 1 سال باید اقتصاد افغانستان ایتو شوه، در 2 سال دیگه برق ما میاری شوه، گاز ما ایطور شوه، شاروالی ما ای قسم شوه. اینمی تو گپ میزنم میگه خدا این رئیس جمهور کل دنیا چقدر گپای خوب تو جذبت میکنه. من که تازی مناظره میکنم این میکنم، اینمی گپا رو زده میره. در سازمان ملل میره انگلیسی گپ میزنه، اوه میگه سعی کو چقدر فهمیده. اینجا میاد پشتو رو ببینی تو پشتو گپ میزنه، فارسی رو ببینی تو گپ میزنه، در این پشتو زبانه تو لونگی میزنه. میگه ازی پدر ازی ملا تیر شده نه، این لونگی زده. در بین دیگه میره تو یک نیکتایی میزنه. اینی که از این سنم میزنه، فریب میته و سنم. خب او را میگه که توست، میره میگه که تو است. اصلی بندیش کم خود است. خب بندیش کم خود است. این تو منافق زیاد است. حج عمره میکنه، حج رفتیم، چی یک مکان مقدسی است، چی یک جایی است. اون مذهب میبینه چی یک مذهبی داره، این مذهب میبینه چی یک کتابی داره. صحیح که ترین کتاب میگه. و من الناس من یعجبک، اینی بعضی منافقاس الله میگه تو را به تعجب میپرته، سخنش دمی دنیا، دیگه په دنیای تو زیبا میزنه گپ. یکم تا جاهلا با چی میگه چه قیف فهمیده است. ما گفتم او بچه این منافق هست، تو را نمیشناسی. همین قرآن که نفهمی منافق کی میشناسی؟
او را بفهم، عملش ببین، دیگهش ببین. و یشهد الله، باز که بگویی که می گفا راست است، الله را می قسم به الله حالا ما فی قلبی، همین چیزی که میگم در دلم است، میگه از می دل میبره، میگه از می گفایم از می دلم میبره. بعد اگر نشد چشمشم به اختیار خودش از منافق گریان میکنه. عاجل ببینی تو گریان میکنه، عاجل اشکش میره. هم مسابقه که بود نه شور میخوردی گریان میکرد. این هم چشمش به اختیار خودش است. عاجل پس خنده میکنه. این دیگه فریب دهنده است، بسیار فریب میته، مردم فریب میته. الله از این تو آدمان نجات بده. و در سورة منافقون میاد تعریفونهم فی لحن القول، در لحن گپ آواز میفهمی، چالاکی زبان میشناسیش. واقعا کسی قرآن ها بفهمه، صفتای زیاد الله بیان کرده در جای که می گپ دیگه میفهمی که منافق است. گپی که از قلب میبره و هم فهمیده میشه، گپی که فقط در نوک زبان بر فریب است و هم فهمیده میشه. الله را شاهد میسازه در قلبش، یعنی قسم میخوره که من می گپ از قلبم است. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام، در حالی که علد الخصام شدید خصومت کننده است، در باطل مجادله میکند، به ضد حق کار میکنه. خب ظاهر خود دیندار نشان میده، در باطن که به ضد دین کار میکنه. در ظاهر میایی تو رسیم و اذا تولا اگر اراز کنه از مجلس تو فساد میکنه. در مجلس خوب است، از مجلس برهم تو سوره فساد میکنه. دیگه ای که والی شود، صاحب قدرت شود، بعد می تولا از ولایت گرفته شده. چی میکنه؟ سعی فی الارض، کوشش میکنه در زمین، لیفسده، تا که فساد قوانین کفری، نظام کفری را زیبا بیان کرده برو مردم دینمی مصروف کرده میره. و یهلک الحرث و النسل، جنگ میکنه باز نسل، هر زراعت هم تباه میکند، نسل هم میکشه، نه هیچ کس نمیمانه، نه ایوان میمانه نه دیگره، خرابی میکنه. باز از این فهمیده میشه که زراعت تباه کردن این فساد است، الله دوست نداره. و نسل از بین بردن این فساد است. والله لا يحب الفساد، الله فساد بد میبره، مفسدین بد میبره. اینا نسل آل چطور تهدید میکنن؟ هم جنسگرایی و لواطتکارا در کشورانه، مرد با مرد ازدواج کنه، زن با زن، اینا کلان مفسدین است. یا نسل انسانیت از بین میبرن. دیگه منصوبه بندی میگن. منصوبه بندی در پاکستان هم چی میکنه؟ به نام یک تا اولاد دو تا شد خلاص دیگه بند کن میگن. رحم بیخی میدوزه یا بیخی یک دوای میته که هیچ. باز میگه در پاکستان نشته کرده بودن، یادم میفتن دو بچه اچه، دو تا بچه بسیار خوب، 3 تانه. 4 تا خاندان زندگی آسان، خاندان کوچک زندگی خوب. 4 تا بچه که شد خراب میشه، 5 تا 6 تا. و 2 تا بچه اچه میگفت، یکیش میمرد، دیگه شام مریض میبود، هیچ از هیچ چیز نمیشد. در اسلام نیست که فاصله بین ولادت باشه، گپی نیست. قرآن میگه 2 ماه طفل شیر داده شود، بعد از او حامله شود 3 سال خلاص دیگه. او هم به طریقه خوبش که ضرر نبینه دیگه. اولاد هر قدر بیاد تربیه شود میشاند، رزقش الله میده. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشین اولادایتان از ترس فقر. الله میگه نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما را هم رزق میتیم اینا را هم. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن ازیا بسیار خطای کلان. یکم ظالما طفل دشکمش پیدا میشه، میزنا 45 و 50 که شد، میگه این شهر از من واسدار است، مرا بگوین تو دهی کلانی طفل داری، 5 ماه را سخت میکنه، میکشه. این تو قاتلا هستن، این تو بد میبرن میزنا را. در روز قیامت اینا به جزای اعمال خدا نمیبینن. 5 ماه 6 ماه 7 ماه طفل صاحب حیات شده، زیر میپرتش، سختش میکنه. و این دکترایی هم که کار میکنن قاتل هستن. نسل، تهدید نسل که میگن. خودی خوب باز چی میگن؟ کافرها را که بگوی چقدر هستیم، میگه 6 میلیارد. خب ما چقدر هستیم؟ شما 1.5 میلیارد. خیبانی که ما زیاد شیم، نه میگه شما باید کم باشین، نمیمانه ما را. اگر این رسول الله میگه که توالدو تناکحو، نکاح کنین، توالدو اولاد صالح بیارین، تکاثروا زیاد کنین، فانی اباهی بکم الامم، ما در روز قیامت افتخار میکنم با امتم زیاد باشه. اولاد صحیح تربیه کن، صحیح مبارزه. میال اولاد صحیح نیست، اولاد صحیح در جامعه است نه، کلش خراب است. چرا تو اولاد
به می خاطر امی کسی که زن زیاد بگیره، عبدالله بن عباس میگه ای خوب است. خب 2 زن بگی 3 زن صحیح تربیت کو، در جامعه تقدیم کو. 20 تا 30 تا اولاد یک درجه داره، نیک باشه، علیه فساد مبارزه کنه. نه باز میگه بس است دیگه، گمش کو، بس است. توبه. چرا بس است؟ بس است میگه نی. امی چند تا اولاد داری؟ 3 4 5 6 تا بس است میگه. 6 تا چیست؟ 20 تا 30 تا باشه، 40 تا باشه. 6 دانه. الله بتیانی حلال و تربیت آسان است. کسی عقیده صحیح باشه خودش تربیت. این تو فضا برش جور است، به صورت طبیعی تربیت میشه. هیچ حاجت تکلیف نیست. تربیت خودش میشه. رزقش الله میته، رزقی میته الله، ولی عقیدت به می باشه. عقیدت خراب است میگی خود تو را کی رزق داد؟ امیال سابق میگفتن در روی زمین 20 میلیون انسان است، نه؟ حال 3000 میلیون شد، نه؟ 8000 میلیون انسان شد، الله رزقش میته. نه؟ قدرت الله را سعی کنین. خوب متوجه باشین. سابق 20 میلیون نفر بود، رزقش خوب نبود، نه؟ حال 7000 میلیون انسان شد، رزق زیاد شده یا کم؟ یقین کنین زیاد است. این میال یا اینقدر گندم و یار در چی میپرته؟ در بحر میپرتن. حال رزق زیاد شده. هر قدر زیاد شده الله رزقش میته. همین نعمتایی که سابق نبود. میگه 300 سال پیش همین بوره را غیر از پاچه میخورد. بوره وجود نداشت. شیرینی را. پاچه دیگه کسی چای تلخ بود. حال سعی کو که بوره را کسی نمیخوره. عادی نفر ما میگه گمش که بوره را. دیگه چیز باشه، شیرینی طبیعی باشه، خرما باشه، عسل باشه، این خوب است. بوره میگه خوب نیست. الله رزق میته. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة. بازی تو کافر ظالمی است که وقتی که برش گفته شو از الله بترس، فساد نکو، چی حال انداختی؟ از الله بترس. اخذته العزة بالاسم. وقتی که وعظ شود می فاجر بیدینه میگیره را عزت و غیرت به اسم به گناه. ایتو امو غیرت و جاهلیتش میخیزه، تکبر میکنه از قبوله. مرا میگی دیگه هم خرابی میکنه، خراب کنین میگه، دیگه هم در فساد غرق میشه، دیگه هم در اینادش داخل میشه. الله میگه ای تو آدم فحسبه جهنم، آتش جهنم برای ازی کفایت میکن. حتمی آدم میره در جهنم. که این جهنم چی باشد؟ بئس المهاد، فرش باشد، توشکش آتش جهنم باشد، 24 ساعت دموجه باشد. و می خاطر وقتی که این آیت می دیدن عمر رضی الله عنه کسی گفت اتق الله، به سجده افتید. خب از الله می ترسم، گریان کن. چرا نمی ترسم؟ کسی که گفت از الله بترس خوشحال شو و توبه بکو، بگو استغفر الله، چی گناه کردیم، قبول بکو. حالا می افغانا را که بگوی از الله بترس، چرا از الله بترسم، چی کار کردیم من؟ این تو میگه نه، غال مغال میکنم، چی گناه کردیم که من از الله بترسم؟ یکی از امو صحابه است یا تابعی است، یا کسی گفت اتق الله از الله بترس، بیوشی سرش آمد، زوف کتمود. عظمت الله تو در قلبش بود، از الله چطور نمیترسم؟ حالی که مردم دعوت میتی فساد نکو، دیگه هم غیرت گناه میگیرش، نه دیگه هم قار میشه. این آدم دین نداره، ایمان نداره. کسی را که نصیحت کردی قار شد، ایمان نداره. باید نصیحت کرد بسیار خوش شوید. الحمدلله. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعض مردم کسایی هستند یشری نفسه که فروخت نفس خود را ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب کردن رضای الله. والله رؤوف بالعباد، الله شفقت کننده است به بنده های خود. حال دیگه قسم آجیا که بعضی آجیا حجام میکنه، مالش جانش همش درای الله است. الله بسیار انسان نیک، از یک عمل عبادت خلاص در دیگهش میره، از او در دیگهش، از او در دیگهش. همین نفس خود درای دین الله فروخت، کل قوت خدا، مال خدا همه را مصرف کرده. این آیت درباره کی است؟ این آیت اینجا سبب نزولش اکثر گفته که صهیب رومی اراده اجرات کرد که از روم میامد، در مدینه میامد، در راه مکه میامد، یک مشرکین استادش کرد، مانعش میشدن، از چیز خود، اسب خود پایین شد و هم تیرا را کشید.
دیگه چی را گرفتم و تیره مان گفت قسم به الله گفت کل تا میزنم آخر شمشیر میگیرم باز بسیار تا میکشم باز هرچی که شد. گفت شما میفهمین که ما چرا آمدیم؟ گفت من میرم در مدینه، من که شما کار ندارم، من میخوایم مسلمان شم. اونا گفت ما تو را نمیمانیم. و برش چی گفت؟ تو بسیار سرمایه‌دار بودی، حالا آمدی چیز نداری، فقیر شدی، چرا این فقر قبول کردی؟ نرو در اونجا. بعد برشان گفت که خبرتان بتم به مال خود که مال من در کجاست؟ ایلا میتین مرا؟ گفت بله مال تنشان بده ایلا میتین. گفت برین در فلانه جاست مرا ایلا بدین. و رفتن مالش کل مال داد، به خاطر ایمان آمد پیش رسول الله هم در مدینه آمد. وقتی که آمد رسول الله چی گفت؟ ربح البیع صحیبه، ربح البیع صحیب، فایده کرد از این تجارت صحیب، بسیار یک تجارت خوب ماشاءالله. گفت بسیار فایده کرد درباره امی و من الناس من یشری، بعض از مردم ها کسایی است که میفروشه نفس خود را، مال خود را، ابتغاء مرضات الله، به خاطر رضای الله. در قصه مال زندگی نیست. الله میگه این ایار صفتش میکند والله رؤوف بالعباد، الله شفقت کننده است به تو بنده. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. در اینجا خطاب میکنه به مؤمنین که ای مؤمنین، اسلام ایتو چیزی نیست که تجزیه را قبول کنه، بس قبول دارم بس نی، نماز میخوانم بس است. بانین دیگه اگم تو را بگوی چرا تو میکنی؟ نماز خو میخوانم میگه. اگر بگوی قرآن بخوان اینجا بیا دعوت بکنی او دیگه می کفایت میکنه، نه او کارا را بانین دیگه بکنه. یا نماز میخوانه چرس میزنه و شراب اینا. حالا شراب چرا میخوری؟ چرا چرس میزنی؟ چرا کارای حرام میکنی؟ باز میگه اوه کل ازیره دیگه کی میتونه عملی کنه؟ همین نمازه که میخوانیم خداوند بخشاینده است. اینطور میگه. بعضی کسی نماز همون میخوانه، فقط میگه امی اسلام در قلب ماست، من قلب پاک کردم. حالا خو یک گروه به نام سیکولارا پیدا شده، میگه نماز روزه و حج قبول داریم یا اختیاری. قوانین جزایی اسلام، قوانین مدنی اسلام، قوانین اقتصادی سیاسی چه قبول نداریم. اسلام میگه در سیاست نبیار، بخش سیاست بیان نکن. قربان شام نماز میخوانی برو، قرآن ماچ میکنه میمانه، دیگه قوانین در زندگی خود تطبیق میکنه. الله اینجا رد میکنه، میگه نه در کل اسلام داخل شوین. بعضی مفسرین میگه که اگر که بعضی ضعیف گفته ای روایت یهودی ها مسلمان شدن، اگر که عبدالله ابن سلام گفتن او نیست، خود دیگرها امکانش هست باشه و گفتن که یا رسول الله ما مسلمان میشیم ولی روز شنبه را تعظیم میکردیم، رخصتی همون کار میکنیم. و دومی که شطور در دین ما گوشت و شیرش حرام بود، امیر ما شیر شطور قبول نداریم گوشتش. رسول الله صلی الله علیه و چوب کت آیت نازل شد که اگه ایمان میاری سه ایمان بیار، کلش قبول کن و کلش مطابق توانت عملی بکن. اسلامی نیست که بعضش قبول دارم بعضش نی. اگر میکنی همین نمیکنی او رای شیطان است دیگه. مثل که بعضی دیگرانی میگن والا کل اسلام قبول دارم، این حجابش سخت است با من میره نمیتونم. قربان شم سر ما فشار نبر، میگه حجاب نمیتونم. یا میگه کلش قبول دارم، اسلام بسیار دین خوب است، همین که میگه داروسی ساز نبر، یعنی می سازه نه دیگه نکن. اسقاط نکن مرده و مرده که میگه خیرات نداشتی گپا مزه نمیده. و عروسی که دنگ و دنگ و هر رقص نبود مزه نمیده. ای تو میگه مسلمان. یا بعض زنا میگن که قبول داریم قربان اسلام شویم ولی که شوهر دو زن بگیره سه زن این میشه والا به ما سخت، امیر نمیتونیم. مسلمان نیستی، کلش قبول کو، کلش تابع باش و با قلبت بپذیر، خوشحال باش، باز مسلمان میشی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین خبردار، ادخلوا فی السلم کافه، ایمان از شما تقاضا میکند داخل شوید در اسلام کافتا، با پذیرفتن و قبول کردن همه جوانبش و عمل کردن همه جوانبش. کل اسلام قبول کنین و کلش عملی کنین، جمیع احکام شرایش. ایتونه که بعضش بگیرین بعضش بانین، نماز بگیرین زکات اله، زکات بگیرین نماز، حج بگیرین نور اله کنین، ایتو نکنین. کل مفسرین هم میرن میگن
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداری راه شیطان نکنین. چه معنا؟ بعضش میگیری بعضش نه، راه شیطان است. انه لکم عدو مبین، بدون شک شیطان است برای شما دشمن آشکارا است. تو نکنین که بعضش قبول عملی میکنین و بعضش نمیکنین. کل اسلامه. یا یگام خانما را میگی که تو خود مسلمان خوب هستی، میگه همی آبروهای تا نگی، میگه کل کارا میتونم امیره نه، امیره غلط نگی مرا، خیر است همی آبرو را بان بگیرم. رسول الله میگه لعن الله، لعنت الله النامسه والمستمنسه، کسی که آبرو را میگیره یا دیگه کسی میگه آبروی مرا بگیر، هر دوش مالونه نکو. یا میگه که خب یا کسی هست میگه سود نخو، کار سودی میکنی، کاربار سودی را اعلام قربان اسلام شام نماز ما میخوانم، همین کاربار ما خیر است اگر سودی سمیر غرض نگی، نمیشه. کل اسلام است، کل اسلام قبول نکنی، کل اسلام عملی نکنی مطابق توانت، نجات سخت است. بعضیا سلم صلح گفتن، سلم به معنی اسلام سلامتی، داخل شوین در صلح، همگی جنگ نکنین مسلمانان در بین خود صلح کنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. اگر شما زللتم یعنی باز لغزیدین و خطا کردین، اطاعت نکردین، من بعد ما جاءتكم البينات، بعد از اینکه بر شما دلایل واضح و روشن آمد، فاعلموا یقین کنین که الله عزیز غالب است، حکیم از جزایتان میته. فإن زللتم یعنی فإن انحرفتم، اگر منحرف شدین از داخل شدن در کل اسلام، بعد از اینکه دلایل برات آمد که اینی اسلام است، اینی قبول نکردی، معامل نکردی، بازی را بفهم که الله غالب است، جزایت میته. هیچ تو نیست که بعضش قبول دارم بعضش نه، کل اسلام قبول کن. هل ينظرون الا ان تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. انتظار نمیکشن این کافرا الا ان تأتيهم الله، مگر که بیات اینا را الله فی ظلل من الغمام، در سایه های از ابر، والملائکه ملائکه، و قضی الامر فیصله شود کار، و الی الله ترجع الامور، خاص به طرف الله بازگردانیده میشه همه کارها، کل کارها به الله پیش میشه. هل ینظرون، اینجا گفتیم تخویف است به عذاب دنیا و آخرت برای کسایی که ایمان نمیارن و کل اسلام قبول ندارن، بعضش قبول میکنن بعضش نه. مثل یهود که بود بعض قبول میکرد بعضی را نه. الله برشان چی گفت؟ فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، بعض احکام قبول دارن بعضش نه. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، چی جزای کسی که کار میکنه؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، در دنیا الله را رسوا میکند، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، در روز قیامت به بدترین عذاب میروند. هل ینظرون ما ینتظرون، اینا انتظار نمیکنن به هیچ چیز. انتظار چی؟ یعنی ایمان نمیاره، انتظار دارن مگری که الله بیاد در روز قیامت فی ظلل من الغمام، در سایه های ابر. این وقت است که آسمان شق میشه، الله پایین میشه در سایه های ابر، و حاملین عرش ملائکه کثرتشان الله میفهمد. ملائکه میگن سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس، میان پایین میشن. ملائکه میآید، چه قسم میآید؟ و جاء ربک والملک صفا صفا، در سورة فجر الله میگه ربط میآید، ملائکه صف صف میآید. کیف ما یلیق فی شانه، چه قسمی که لایق شانش است، الله میآید در میدان قیامت حساب میکنه. والملائکه ملائکه بیا، و قضی الامر، فیصله شود کارها، یعنی کار خلائق که کی در جنت میره کی در جهنم، امور مردم فیصله شد. اینا انتظار عزیز که مرگ بیا باز کافر از دنیا برند باز حسابشان شود؟ نه، اینطور نکنین. الله میگه استفهام انکاری است. این انتظار نکشین، پیش از اینکه مرگتان بیا ایمان بیارید، باز او خطرناک است. و الی الله ترجع الامور، خاص به طرف الله بازگردانیده میشه کارها، کار دنیا و آخرت به الله، اعمال همه به الله پیش میشه. مریضی بودی هر چی بودی به الله پیش میشه. پس الله میگه پیش از اینکه عذاب بیا مرگ توبه بکو.
سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سوال بکو از اولاد یعقوب یهودیا چقدر دادیم بینا من آیت بینا معجزات روشن و ما یبدل نعمت الله هر کسی تبدیل کرد نعمت الله را من بعد ما جاءته بعد از اینکه برش آمده بود فإن الله شدید العقاب الله سخت عذاب میته کسی که نعمت میایه ناسپاسی میکنه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زیبا شد از برای کافرا زندگانی دنیا و یسخرون من الذين آمنوا مسخره میکنن به بالای مؤمنین والذین اتقوا کسایی که تقوا دارن ایمان و عمل فوقهم یوم القیامه به بالای از اینا می باشند در روز قیامت. والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق میته کسی را که بخواد بدون حساب هیچ فریمان رزقش میته. نعمت هایی که الله کرده بود به بالای یهود نصارا بعض از یا انکار میکردن میگفتن نه وجود نداره این نعمت ها نیست. الله میگه سوال بکو که چقدر بر از اینا معجزات چقدر نعمت ها برشان دادیم با وجود از یا کفر کردن ایمان ناوردن. الله میگه جزا دادیمشان ما. مشرکین مکه هم میگه که برای شما پیامبر آمد قرآن بسیار نعمت ها آمده ناسپاسی نکنین اگر شما را مثل یهود جزا میدیم. ما شما را میگه این نعمت ها را هر کس ناسپاسی کنه الله جزایش میده. الله اینطور نیست که کسی خویشاوندی داشته باشه بعضی را ببخشه و بعضی را بانه. سل بنی اسرائیل سوال کو از اولاد یعقوب یهودیا کم آتیناهم من آیت بینه کم ایجا به معنای یک کم استفهامی است یک کم تکسیریه بر زیادت میاد یعنی چقدر یعنی بسیار زیاد دادیم ما به اینها از معجزات واضح و روشن. او ما شما خواندیم دیگه که چقدر معجزه بود هر نعمت بحر پاره شد معجزه نعمت بود اینا رفت هر معجزه یک نعمت هم بود به اینا. در میدان تی آمدن نه ابرها آمد این معجزه بود و نعمت هم بود. از آب از سنگ آن چی برآمد آب برآمد من و سلوا برشان می آمد نه کنش نعمت. از فرعون الله اینا رو نجات داد هم معجزه بود هم نعمت. اینقدر نعمت ها بر از اینا داده شد. الله عالم فرماد و من یبدل نعمت الله هر کسی نعمت های الله را تبدیل کنه به کفر و انکار و گناه فإن الله شدید العقاب الله سخت عذاب میده. حق فهمیدی قرآن فهمیدی عمل نمیکنی به ضد قرآن کار کنی ناسپاسیت الله جزایت میده. پس این نعمت قرآن نعمت اسلام نعمت صحت نعمت جوانی این را فراموش نکنی. حدیث سید رسول الله صلی الله علیه و فرمود نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس دو نعمت است اکثریت مردم فریب خوردگی است. چی است؟ الصحت و الفراغ صحت بدن فارغ بودن این بسیار نعمت کلان است از این باید استفاده شود. جوانی بسیار نعمت کلان است عمر نعمت کلان است مال سرمایه که در راه الله مصرف شد علم بسیار نعمت کلان این را در راه الله در مسئولیتات مصرف بکنی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا زیبا شده از برای کافرها زندگانی دنیا. زین زیبا شده از برای کافرها چی حیات دنیا شهوات دنیا نعمتایش تا اینکه آخرت فراموش کردن. محبت دنیا در قلبایشان جای گرفته به خاطر دنیا مسئولیت های آخرت قرآن یاد بگی اسلام تطبیق کو این را فراموش کردن. این میال بسیاری هست این تو هیچ به آخرت به قرآن به اسلام به دین هیچ توجه نداره. چرا؟ برای کافرها دنیا زیبا شده این خطرناک است. خب دنیا که برای زیبا شد 24 ساعت با اونمو کار میکن. بعضی از همی صبح میره 3 بجه شب میره 10 بجه پیسه جمع کرده برو حساب کرده برو نه مسجد نه نماز نه جمعه است نه 5 وقت نه 1 وقت هیچ دیگه چی گپا هیچ وقت نداریم. صبح ما میبریم کارگر مردم است 10 بجه شب میایم گنگس و گل میفتیم با 3 بجه میریم. گفتم از تو که حیوان خوب است حیوان نمیدم پشتش کم میدهی 3 بجه میری و 10 بجه میای 3 بجه میری و 10 بجه میای این چی زندگی است؟ غریب کار مردم هستیم. تو را واری غریبا را الله در دنیا هم ذلیل کرده در آخرت هم در جهنم میبره. غریب کار مردم کمی تو آدم هم برای بدم میاد شب روز میده پشت دنیا ایلا بتی ایزاره دنیا رو با ما اندازه بگو که زندگی تیر شد. اینجا مسئولیت آخرت جور کو به خاطر چند روز در اینجا هستی شب روز میده چند روز هستی
آخرت زندگی دنیا را حساب کردن 2.5 دقیقه میشه. یک روزش 1000 سال است. 50 سالت خب 20 سالش در دیوانگی تیر میشه نه؟ 30 سال دیگه 50 بعد از 50 چیز حاصل کردن نمیتونی. 20 دیگه از 50 به اوس چندان زندگی نیست. حالا چی کده رایستی؟ برای 30 سال که این 30 سال حساب 2.5 دقیقه تو شب و روز میدوی نه؟ این تو مردمی هستن. ریش ما سفید شد روزگار میگه سفید کن. ریش گفتم درای دین سفید میکردی. در خاطر چی؟ یعنی بچه را ایسو ببر نواسه را کار کو بچه تا دریور دیگ میکنم میتو میکنم. گفتم بیا اینجا دیگ بکن ماش میتم قرآن یاد بگی. نامد خب. گفت والا اونجا 10,000 است اینجا 8,000 است. نامد. این تو مردم هاست خب 400 پشت دنیا. همین دنیا که زیبا شد بسیار خطرناک. باز ببینی که هر روز دیگه می تعمیر است و موتر است و پاک کده برو. یکم دنیا پرست موتر هیچ بیرون نمیکشه. غیر از پاک کده میره و میگه که بیرون بره کدام جاش ختم میشه. خودش پیاده میگرده. ما گفتم این دنیا پرست مردار. میمان تام که میکنه در خانه‌شم تو سایل است که چی را میخوره تو چشماش میگه. همین تو دنیا دارا را میگه میج نبینم من خب. بعدم میگم دفعه نمیرم عروسی یا کنم میگه والا هیچ نامدی پیش از این مردم. چی کنم این مردم دنیا پرست. یک جای خانه جور کو دیگه جای اینجا خریدیم اونجا خریدیم. در یک وقت در 3-4 تعمیر مصروف است. از اینجا که خلاص شد بالا در دبی هم یک خانه جور کنیم. اینجا خلاص شد در ترکیه در آلمان هم جور کنیم. ملک الموت میگه بیا وقت پورا شده میبرش. بعد از اون کل چیز نیمکاره ماند نه. یک دقیقه وقت نمیتی میگه نیم ثانیه هم وقت نیست. اینه باز چی میکنی؟ با سگ واری ببینی میمرم اونجا میاریش دیگه. باز اعلان میکنن بسیار آدمی بود تعریفش میکنم وقتی که مرد. و یسخرون من الذین کافرا دنیا را فقط به خاطر دنیا این پشت دنیا میگردن. و یسخرون من الذین آمنوا مسخره و ریشخند میزنن سر مؤمنین. چی میگن؟ میگه شما دنیا را پشتش نمیگردین قدر مثل ما. بسیار میگه شما بیعقل هستین. 24 ساعت قرآن اینا اونا. یا این نفر مرا پرسان کرد از امی خیشای ما. گفت این بچه چی میکنه؟ گفتم حفظ قرآن هم میکنه. خب این دیگه چی میکنه؟ گفتم میام حفظ میکنه. گفت دختر چی میکنه؟ گفتم میام حفظ میکنه. گفت دیگه شما گفت کلگی میخوای قاری مولا شو؟ گفتم ما والا توی دنیا نداری. گفتم ما دنیا رو بسکتیم. والا عجیب است به خدا کلگی قاری مولا بسته خانه یک تا مثلا. گفتم یا قاری هم میشن عالم هم میشن با یکم که دنیا میاد. گفتم دنیا رو هم میگیرن آخرت هم میگیرن دنیا رو. یک دو تاش در مکتب بان یک تاش دکتر شد یک تاش انجینر شد نه ای تو میگه. گفتم او گپش جداست باشه ولی انجینر باشه که حافظ قرآن عالم باشه. انجینر مسلمان میخوایم دکتر مسلمان میخوایم. حافظ شدن و عالم بودن منافی از این نیست. میال ما همیشه یک عالم داریم 9 سال خان مولوی شد آمد تبام خان ده عالم آمد. چقدر خوب هم عالم باشه. میال یکم تا ربینی 3-4-15 هم میخوانه. هم میره میخوانه هم موره خب دین اسلام هم بخوانه چیز دیگر هم بخوانه. انجینری را مانع نمیشه. و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا اینا لیا مسخره میکنن. نه حساب یا خراب است کلگی میگه ای تو شو. یا یکم تا میگم بیا در درس قرآن چی میگه یک بچگه که ما روان کردیم کفایت نمیکنه. گفتم اون بچه او خودش کار خود داره. حالا تو بچه تا در جنت راه میکنی خودت در جهنم. خودت بیا اول خودت نجات بده. ما خودت هم میخوایم بیا. خب ول میگم یک بچگه که روان کردیم 1000 خانه یک تا میگم باشه. یک تا اومد چه قسم تربیه شد تو بیا غم خدا بخو. اول خدا نجات بده. والذین اتقوا فوقهم کسایی که تقوا دارن با بالای سر از اینا می باشه در روز قیامت. قرآن میگه که ان الابرار لفی نعیم علی الارائک تختامیتوا. کافرها جهنم در مزه از با سیل میکنه میبینه. یا باز چی میگه جنتی‌ها را ربنا ای رب میگه جنتی‌ها را میگه که با ما یک نان آبی است که با بالای ما بریزان از بالای زراب پرت. جنتی‌ها میگه قالوا ان الله حرمهما علی الکافرین. الله را حرام کرده با کافرها.
برای شما یک قرطاب داده نمیشه. شما نعمتایتان در دنیا خوردی خلاص کردی، دنیا پرست بودی همونجا خوردی. تو الله از این نجات بده. چقدر اسلام دین خوب، هم دنیا بخور نعمت هم آخرت. همین کافر چقدر بیعقل است، خدا بسیار هوشیار فکر میکنه. و در سورت مطففین میگه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. مجرمین به بالای مؤمنین خنده میکردن. و اذا رأوهم قالوا انهم لضالون. مؤمنین که میدیدن میگفتن اینا گمراه هستند، اونا ما شما را گمراه و عقب مانده میگن. خبر نه که خودش در مصیبت است. متقیا کسایی که تقوا دارن با بالای کافراست، از مکانات مرتبه. جنت هم کس فی اعلی علیین است، جهنم کس فی الدرک الاسفل من اسفل السافلین است. نه مؤمنین در آخرت در اوج عزت و کرامت است. پادشاه او تو عزت نداره، امیال پادشاه دنیا به او درجه نیست. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله رزق میده کسی را که بخواد، رزق بسیار فراخ، هیچ ختم نمیشه. دینه که بگیری دنیا میاد، دنیا میاد، ولی مطابق قانون اسلام که عمل کنیم. کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس امه واحده. بود مردما یک امت واحد. الله میگه اول کل انسان یک امت، یک عقیده دار، کل عقیده توحید. چی کردن؟ پسان اختلاف کردن. فبعث الله النبیین، روان کرد الله انبیا را مبشرین، بشارت دهنده کسایی را که مطابق قانون الله زندگی میکنن به جنت، منذرین ترساننده مجرمین و مفسدین را. و انزل معهم الکتاب، پایین کرد الله به همراه انبیا کتاب را بالحق، به حق، به خاطر اظهار حق و راستی. لیحکم بین الناس، تا که فیصله کند کتاب الله در بین مردم. کتاب الله برای فیصله است. فیما اختلافو فی، در آنچه که اختلاف کرد، بعضی کافر شد، بعضی مختلف اعمال جور کردن. پس قرآن فیصله میکنه کی صحیح است کی نیست. و ما اختلف الذین فیه اختلاف نکردند در کتاب الله الا الذین اوتوه، مگر کسایی که به اونا داده شده بود. چی داده شده بود؟ کتاب. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بر اونا دلایل روشن آمد. این چقدر خطرناک. عالمان اختلاف کردند، کسایی که خوب علم داشتن اختلاف کردند. یعنی چی؟ کافر شدن. اختلاف کردن چی؟ اسلام ماندن، کافر شدن اختلاف است. چرا این کار کردن؟ بغیا بینهم، به خاطر ضد عنادی که در بین از اینا پیدا شد. این مرض پیدا شد، حسد و کینه پیدا شد، قومیت پیدا شد. خب نتیجه چی شد؟ فهدى الله الذين آمنوا، الله هدایت کرد و توفیق داد، ثبات داد مؤمنین. لما اختلافوا فيه من الحق باذنه، از جهت آنچه که اختلاف کردن در حق باذنه، با توفیق خود. الله مؤمنین در این اختلاف برای درست هدایت کرد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، الله هدایت میکنه و توفیق میده و میرساند به هدف کسایی را که بخواد به راه مستقیم. این رحمت الله بود که مؤمنین الله توفیق داد. از اینجا فهمیده میشه که مردم ها اول همه چی بودن؟ مؤمن بودن. کان الناس امه واحده. در دیگه آیات ها میاد فاختلفوا، اختلاف کرد. و مفسرین میگه که 10 نسل تا نوح علیه السلام موحد بود. آدم علیه السلام، بعد از دیگه نسل آمد، دیگه کلش عقیده توحید، کلش الله را عبادت میکرد. 10 نسل 10 قرن بعد شرک شروع شد. الله نوح علیه السلام روان کرد. انبیا آمد. اولین پیامبری که علیه شرک کفر مبارزه کرد نوح علیه السلام، پیامبر تشریع. بسیار آیات الله میفرماید ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ما به تو وحی کردیم مثل که به نوح کردیم. وحی پیامبر با وحی نوح مشابه شدگی. پیامبر هم شرک کرد، علیه کفر مبارزه کرد نوح علیه السلام. وقتی که اختلاف پیدا شد الله انبیا را روان کرد، کتاب آسمانی را برای هدایت. این جریان پیدا کرد تا خاتم النبیین. بعد از خاتم النبیین محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه هیچ نبی نمیاد. وظیفه انبیا به کی سپاریده شده؟ به امت. کنتم خیر امه اخرجت للناس، شما برای همه انسانیت بیرون شدید. ما و شما باید کار انبیا را پیش ببریم.
قرآن است، کتاب الله رو یاد بگیریم خوب سه، به علم نمیشه مبارزه کرده، جهل نمیتونه، جاهل مبارزه کرده نمیتونه. بعد از او در خانه هستیم، در هر جای فامیل، از فامیل شروع کنیم. وانذر عشیرتک الاقربین، الله رسول الله صلی گفت فامیل تا بترسان، دعوت بده. باز بیرون و جامعه و کل دنیا، بالاخره قرآن در کل دنیا تطبیق کنیم. این نظام عدل، مظلومین و کسایی که سرشان ظلم شده در هر جای دنیا اونا را باید نجات بدیم. این کار شد، وظیفه ما را انجام دادیم. مگر نشد و این آرمان نهایی ما باید همین باشه که همین کار شد. اگر نشد ولی ما کار کردیم پیش الله مسئولیت نداریم. اگر کار نکردیم الله از ما پرسان میکنه که تو چرا این وظیفه انجام ندادی. الله این امت میگه ولتکن منکم امت یدعون، شما امتی باشین که دعوت بتین الی الخیر، به قرآن، به اسلام. پس در این راه محکم باشین، اعلان نتین. خب یک روزه دو روزه 3 ماه زمستان هم نه، بعد از زمستان هم باید کار کنین. خب حال ما شما مسلمانای زمستانی هم باید نباشیم دائم. یا رمضانی، بعضی رمضانی است، بعضی جمعگی است، بعضی عید است، بعضی باید 24 ساعت به اسلام پابند باشیم، ادامه بدیم تا مرگ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اینجاست که باز کامیابی است. یکی چی میشه نتیجه او را الله میفهمه. الله بر ما شما ثبات نصیب کنه. صلی الله علیه